این زن که به نشانه اعتراض هنگام سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا نوشته جنایتکار جنگی را بالا گرفت، خیلی زود مورد توجه هنرمندان تجسمی هم قرار گرفت. به پاس تقدیر از آزادگی او، احمد طاهر کارتونیست مصری این طرح را منتشر کرد، در حالی که در گوشه این طراحی دست خونین نتانیاهو بالاست و دستهای دیگر او را تشویق می‌کنند. یاسمینا هنرمند اهل لبنان هم او را تحسین کرد که در آن جمع چهره واقعی خودش بود، نه جزئی از دلقکان. از کنگره آمریکا تا المپیک پاریس این داستان واکنش‌های هنری ضد قهرمان ثابتی دارد، رژیم صهیونیستی که حالا در لباس یک ورزشکار روی صحنه آمده در یکی از مهمترین رویدادهای ورزشی جهان، با نمادی از 5 حلقه که حالا دستمایه تمسخرش شده که پای یک جنایتکار را هم به خود باز کرده. این اثر را مارچلو هنرمند ایتالیایی طراحی کرده و این یکی را میکائیل از ترکیه. طرحی شبیه به آنچه عمر از کشور پرو تجسم کرده. کاریکاتوریست‌ها و طراحان خیلی در واقع احساس مسئولیت میکنن و به صورت خیلی خودجوش اینجور فعالیت‌ها رو محکوم میکنن و نگاه جامعه جهانی و سیاستمدارا رو به یک واقعی که در واقع مورد غفلت قرار گرفته این کارو انجام میدن. حضور تیم اسرائیل در المپیک 2024 فرانسه آنقدر سوژه دست هنرمندان تجسمی سراسر دنیا داده که همچنان به تولید اثر و پیام مشغولند. این طرح از جوزف، هنرمند هلندی، می‌خواهد بگوید حضور تیم رژیم صهیونیستی در المپیک شلیک به هر آنچه نماد و شعار این رویداد ورزشی است و جوو از صربستان از حلقه قرمز نشان المپیک قطره خون جاری کرده. خونی که ایندرا از اندونزیا در تار و پود تمام حلقه ها نمایان کرده که حالا از جنس سیم خاردار محاصره هستند. هنرمندانی با تکنیک‌های مختلف، سبک‌های مختلف، با گرایشات فکری مختلف از کشورهای مختلف دارن واکنش نشون میدن به این موضوع و خیلی غم انگیز اتفاقی که داره توی غزه رخ میده. اما از این جهت یک آگاهی عمومی رو، یک بیداری عمومی رو شاهد هستیم، واقعا جای خوشحالی داره. این حلقه ها از نگاه هیبت احمدی، کاریکاتوریست ایرانی در المپیک 2024 پاریس، شریک قاتلان کودکان غزه اند. اسرا، دیگر هنرمند مصری هم تمبر این دوره از المپیک را با طرحهایی از نظامیان صهیونیست در حال کشتن کودکان تجسم کرده. زهرا چخماقی، خبرگزاری صدا و سیما.